درود. به نظر می رسد که جامعه افغانستان هر جا پای اندام کردن به میان باشد بیش از هر حوزه دیگر به فرهنگ متوسل شده و تاریخ چند هزار ساله این جغرافیا را بر رخ دیگران می کشد. در گفته های توده مردم نیز می توان رد پای رجعت به فرهنگ را جهت عرض وجود دید. بناهن می توان گفت فرهنگ سپر مهم برای این جامعه است. در آشفته بازار جاری افغانستان اوضاع فرهنگ چگونه است و نگرش ها به این حوزه چیست؟ امروز آقای مرتضوی مشاور ارشد رئیس جمهور غنی را در برنامه روایت دیگر از خبرگزاری کاویان برای بحث بیشتر روی این موضوع با خود داریم. جناب مرتضوی، به برنامه روایت دیگر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم برنامه و شب تمام بینندگانی که در داخل افغانستان برنامه رو میبینه و همچنین تمام دوستانی که در کشورهای دیگه میبینه. برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و تشکر از همکاران شما. جناب مرتضوی، نگاه دولت افغانستان در میان این همه وضعیت ناامنی و بحران‌ها و چالش‌های که افغانستان با او درگیرد، چه نگاه دولت افغانستان به مسئله فرهنگ دارد؟ با تاسف که سالهای طولانی جنگ در کشور سبب شده است تا موضوع فرهنگ و مسائل فرهنگی کلاً در حاشیه باشد، ولی خوشبختانه حداقل طی سالهای اخیر با توجهی که رئیس جمهور غنی و موضوع فرهنگی داره، تلاش بر این است که موضوع فرهنگ از حاشیه به متن بیاید. ما در راستای انسجام بخشیدن به موضوعات فرهنگی و امور فرهنگی از طرف رئیس جمهور طرح شورای عالی فرهنگی و سرمایه بشری منظور شده و این شورا دارای دو کمیته است: کمیته فرهنگی زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری و کمیته سرمایه بشری زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری. قرار است کار خودش شروع کنه که کمیته فرهنگی جلسه اولش کارش شروع شده و قرار است که کمیته ها تمام موضوعات مهم در همین دو حوزه بررسی کنه در شورای عالی فرهنگی. طرز العمل شورای عالی فرهنگی هم نهایی شده و ما امیدواریم که حداقل در این دور ما بتانیم روی موضوع فرهنگی تمرکز بیشتر داشته باشیم و گام‌های عملی بیشتر برداریم. در دو سال اخیر اقلاً سطح حملات طالبان و گروه های تروریستی بیشتر شده و سالهای قبل دور اول حاکمیت آقای غنی دست و بال آقای غنی بازتر نبود برای برنامه های فرهنگی. چرا در او دوره اقدامات انجام نشد در این زمینه برای ساختن شورای عالی فرهنگ افغانستان یا چیزی شبیه؟ خب ما باز تکرار میکنیم که حداقل اگر ما 20 سال اخیر بعد از توافق بن در نظر بگیریم، به موضوع فرهنگ توجه کمتری شده و خصوصا در سالهایی که منابع و امکانات سخاوتمندانه کشورهای دوست و همکار افغانستان به کشور سرازیر شد. طی 6 سال که رئیس جمهور غنی بوده، واقعا بخش عمده منابع افغانستان در مقابله علیه گروه‌های تروریستی و جنگ مصرف شده، اما در عین حال کوشش‌های بی‌نهایت زیاد در راستای احیای میراث‌های تاریخی، بازسازی میراث‌های تاریخی افغانستان صورت گرفته که نمونه‌های زیادشان شما از قصر دارالامان گرفته تا سایر موارد دیگر، تا منار جام، منارهای هرات، مسجد جامع هرات و برنامه‌هایی که فعلا روی دست داریم برای سال 1400. اینا فعلا در اولویت حکومت هست. بله، ما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و امیدوارم که از این به بعد فرصت‌ها از دست نرود. به موضوع فرهنگی به حیث یک اولویت نگاه شده. یک تعریفی از فرهنگ ارائه بدین جناب مرتضوی صاحب. خب به حوزه فرهنگ حوزه بله، فرهنگ عبارت از چیست؟ خب حوزه فرهنگ یک حوزه گسترده است. ما اگر بخوایم که بر اساس فرهنگ لغات تعریف کنیم، ما میتونیم تحت اللفظ یک چیز معنا کنیم، ولی
ما به حوزه فرهنگی بسیار به یک حوزه گسترده‌تر و عمیق‌تر نگاه داریم و ما امیدوار هستیم که شورای عالی فرهنگی که قرار است برنامه‌های وسیع فرهنگی را در تمام حوزه‌هایی که زیر مجموعه فرهنگ به شمار می‌آید ما بتانیم کارهای رسمی، عملی و جدی‌تر داشته باشیم. چه برنامه‌های مشخصی همی اکنون روی دست است غیر از این خانه‌ای که در آینده قرار است تشکیل بشه و تأسیس بشه؟ شما در همین سالهایی که به عنوان مشاور ارشد فرهنگی رئیس جمهور افغانستان کار کردین چه برنامه‌هایی داشتین و اکنون چه برنامه‌های دیگر روی دست دارین؟ ببینید، اولی که من باز تکرار میکنم که موضوع فرهنگی حداقل در طی 20 سال اخیر در اولویت برنامه‌های حکومت نبوده متاسفانه. یعنی بعد از توافق بن چه در دو دوره آقای حامد کرزی، اما در سالهایی که رئیس جمهور غنی آمده به این موضوع بیشتر تمرکز شده. ما اول ضرورت به این داریم که باید مجموعه نهادهایی که در این حوزه کار میکنه این نهادها را ما بتانیم در یک چتر بیاییم و ضرورت ما به یک ایجاد هماهنگی لازم داریم. برای نمونه اگر شما بخواین که از آثار تاریخی خود حفاظت کنید یا مثلا از منار جام اگه بخواین بازسازی کنین یا حراست کنین، در اینجا چندین نهاد داخل است، از وزارت داخلی افغانستان گرفته تا ارگان‌های محل یا در بعضی شما چه برنامه‌های مشخصی دارین؟ ببخشید جناب مرتضی. بله، بحث شورای عالی فرهنگی یک بحث مشترک تمام کسایی هست که در همین حوزه کار میکنه، از وزارت لطف فرهنگ گرفته تا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و شورای عالی فرهنگی که اعضایش حداقل به بیشتر از 20 نهاد و شخصیت ها میرسه. تمام تمرکز بر این است که ما یک چتر مشترک به وجود بیاریم، دیدگاه و نظریات همه را در این حوزه داشته باشیم و تا ما بتانیم به تمام عرصه های فرهنگی از حوزه ادبیات و نشر و چاپ و سینما و تئاتر و تا حمایت از ناشران و تا حمایت از فرهنگیان و تا حراست از میراث‌های تاریخی به همه موضوعات پرداخته شود و ما با برنامه‌ای که داریم حداقل تمرکز بر است که در این دور ما بتانیم کارهای عملی‌تر داشته باشیم. گروه‌های اعتراضات بسیار جدی بر سیاست فرهنگی ارگ ریاست جمهوری افغانستان وارد می‌کنند و مدعی هستند که سیاست ارگ ریاست جمهوری افغانستان در زمینه فرهنگی تمایل به استیلا داره، یعنی سلطه انداختن یا نوعی تمامیت خواهی فرهنگ قومی است. چون این چیزی هست؟ به هیچ وجه حکومت افغانستان یک حکومت منتخب هست و در چارچوب قانون اساسی افغانستان کار میکنه و این خوشبختانه که ما با ارزش‌های دموکراسی بیشتر از همه دوره ها پایبند هستیم و در یک جامعه متکثر که دارای تکثر فرهنگی، تکثر سیاسی، تکثر دیدگاه است با او بیشتر توجه میشه و تمام تلاشی است که به تنوع افغانستان بیشتر هم به رسمیت شناخته شود و هم تنوع تقویت و توسعه پیدا کنه. رئیس جمهور غنی هم به همین باور هست؟ بدون شک رئیس جمهور غنی یک از شخصیت‌هایی است که بیشترین تمرکزش به همین است که ما چطور بتونیم تنوع فرهنگی افغانستان تقویت کنیم، توسعه ببخشیم و در راستای توسعه زبان ازبکی رئیس جمهور غنی از همه که در پیشگام بوده و ما برنامه بسیار خوبی برای گرامی داشت شخصیت‌های فرهنگی داریم در سال 1400 با سازه مرقدهای اینا را و همچنان تلاش برای توسعه زبان‌های مختلف از جمله زبان‌های ازبکی که هم در بخش نصاب تعلیمی و هم در بخش نشرش از رسانه‌های ملی افغانستان به شمول صفحه رسمی ارگ ریاست جمهوری، یعنی این تنوع
یک ظرفیت بسیار مهم برای افغانستان هست و این تنوع فرهنگی هم باید تقویت شود و یک سرمایه بسیار مهم معنوی برای افغانستان است. چند روز پیش رئیس جمهور غنی به هرات برای تغییر نام میدان هوایی آن شهر از آن ولایت از میدان هوایی هرات به میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری رفت ولی در همون شهر هرات که بنا به اسناد معتبر تاریخی مهد زبان فارسی هست، دانشگاه هرات بی تابلو مانده و دلیل اصلیش هم درگیری هایی است که در درون یک تعداد تیم ها به دلیل گرایش های زبانی اجازه نمیدن که واژه فارسی دانشگاه بر سردر در کنار پشتو و انگلیسی به سردر دانشگاه هرات زده بشه. در بلخ هم همین مشکل هست. چرا رئیس جمهور از کنار یک مهمترین مرکز دانش حوزه غرب افغانستان بی اعتنا میگذره به تبلو و به دعوایی که در اونجا هست توجه نمیکنه ولی به نام میدان هوایی میپردازه؟ مشکل در کجا هست؟ ما به نظرم مشکل جدی وجود نداره. یعنی زبانهای رسمی افغانستان در قانون اساسی درج است و این شما در همه نوشته ها میبینین، در لوحه ها میبینین. آنچه که در قانون اساسی رسمیت داره ما باید از او حراست کنیم، ولی شما میبینید که در افغانستان این مشکل هم وجود داره که یک تعداد از آدرس قوم، مذهب، زبان استفاده های سیاسی و ابزاری هم میکنن و یک تعداد هم کوشش میکنن که این ظرفیت عظیم و مهمی افغانستانی تنوع بدل به یک مناقشه و منازعه میکنه. ولی ما نباید اسیر فضا شویم. زبانهای رسمی افغانستان زبانهای رسمی است، همه باید برای تقویت و حراستش کار کنیم و همین رقم که تنوع دیدگاه ها و تنوع فرهنگی افغانستان یک ظرفیت و یک سرمایه مهم است، همه برای حراست از و برای توسعه از باید کار کنیم. مسئله تبلو دانشگاه هرات مشخصا از جانب حاجی کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات که مربوط به قوم آقای رئیس جمهور است چی شده؟ ممانعت صورت گرفته و زورآزمایی از طرف آقای علیزی وجود داره در هرات. آقای علیزی در سال 2016 پرونده هم داشت که دادگاه محکوم کرده بود آقای علیزی به زندان، ولی به دلیل حمایت‌های رئیس جمهور غنی هنوز نه کسی تانسته تبلو دانشگاه هرات نصب بکنه چون تهدید میکنه آقای علیزی، و نه هم آقای علیزی به حکم دادگاه زندانی شد. این نمیتونه دیدگاه آقای غنی را نسبت به مسئله مدیریت فرهنگی کشور دیدگاه قومی نشان بده؟ ببینید، آل خود شما حتما از هرات هستین. اگر کدام مشکلی با آقای علیزی یا مشکلات شخصی در هرات دارن، ما امیدوارم که در این بحث ما به این نپردازیم. ما وزارت تحصیلات عالی داریم. وزارت تحصیلات عالی متولی یعنی مدیریت مستقیم پانتونا و دانشگاه های افغانستان داره و این موضوع شما میتونین با وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در میان بگذارید. بحث قضایی افغانستان، ما خوشبختانه که نظام قضایی افغانستان مستقل است در اجراعات خود و رئیس جمهور نمیتونه در بخش عدلی و قضایی مداخله کنه. اگر موردی هم بوده باید نهادهای عدلی و قضایی ما در مورد هم برای شما هم برای مردم افغانستان اونا وضاحت بدن. اما رئیس جمهور همین رقم که خودشان بارها میگه که قوم ما کل مردم افغانستان است، یعنی ما به هیچ وقت از منظر قومی به مسائل نگاه نمیکنیم. یک واقعیت است و حداقل ما چند سالی که همکارشان بودیم به این موضوع میتونیم به صراحت بگیم که رئیس جمهور درگیر منازعه کوچک و پیش با افتاده نیست. در بلخ هم همین مشکل هست. ما با آقای علیزی مشکل شخصی ندارم، به هر صورت در بلخ هم این مشکل هست، در بسیاری از ولایات دیگه هم هست. در هر جای باشد ما وزارت تحصیلات عالی داریم و وزیر تحصیلات عالی فعلا در رأس وزارت هست، از پارلمان رأی گرفته، میتونه به این موضوع رسیدگی کنه و ما امیدوارم که شما شب دیگه همین بحث با جناب وزیر تحصیلات عالی داشته باشن، حتما به سوالات شما جواب خواهد داد.
جناب مرتضوی صاحب، شما به زبان فارسی، زبان مادریتان زبان فارسی هست یا زبان دیگری؟ من فقط میخوایم بدانم. بله، زبان فارسی است. بله. من در پست هایی که در مجموع فیسبوک شما من رفتم، تقریبا از 2 سال به این سور پست های فیسبوک شما رو مطالعه کردم. شما پیوسته به جای واژه دانشگاه از پوهنتون در زبان فارسی استفاده میکنین. زبان فارسی یکی از زبانهای ملی افغانستان هست و شما به عنوان یک فارسی زبان باید حق داشته باشین از زبان مادری خود که در قانون تسجیل شده استفاده بکنین. کدام فشاری وجود داره که شما پوهنتون میگین دانشگاه نمیگین؟ نه، وقتی من اگه پوهنتون گفتم شما از چی برداشت میکنین؟ برداشت بله. از پوهنتون شما چی برداشت میکنین؟ ما میخوایم از شما، من گردانده میز هستم، یعنی لزوما ورود به تبصره نمیکنم، من میخوایم از شما بشنوم که نه، من گفتم یعنی ما وقتی پوهنتون نوشته کنم یا دانشگاه نوشته کنم مخاطب ما میفهمه. یعنی هدف از نوشتن و گفتن افهام و تفهیم است. مخاطب ما میفهمه ما چه دانشگاه نوشته کنیم چه پوهنتون و میفهمه. ولی کسی که نمیفهمه خب امکان داره کدام مشکل دیگه داشته باشه. در این مورد فکر نکنم کدام موضوع جدی باشد و از شما من انتظار دارم اگر در این بحث سوالات جدی‌تر داشته باشید ما در خدمت هستیم. بله بله. میریم به بخش بعدی و یک مقدار حول مسائل سیاسی یک صحبت میکنیم. جناب مرتضوی صاحب، من امیدوار هستم که چی بکنیم، ما در این بخش یک مقدار پاسخهای شفافتری از شما داشته باشیم. بیش از هر چیز جناب مرتضوی صاحب، شما در فیسبوکتان بیش از پرداختن به مسئله فرهنگ موضوعگیری های سیاسی دارین. یعنی محتوای سیاسی نوشته هایتان در فضای مجازی و در رسانه ها بیشتر است نسبت به آن عنوانی که شما در دولت افغانستان دارین، یعنی مسئولیت مشاوریت فرهنگی رئیس جمهور. مسئله چی هست؟ خب در صفحه فیسبوک ما یک بخشش در دوره بوده که ما حداقل بیشتر از 3 سال باعث معاون سخنگوی رئیس جمهور بودیم. خبرهای نشر شده، طبیعی است که خبرهای رسمی حکومتی بوده یا موقفگیری های حکومت بوده. ولی چیزی که در این روزها نشر میشه یک بخشش خبرهایی است که مربوط به صفحه ارگ ریاست جمهوری است، یک بخش هم دیدگاه و نظریات خود ما هست که در اون موضوعات مختلف است و هم موضوعات فرهنگی است، هم موضوعات اجتماعی و هم موضوعات سیاسی. ولی بیشتر شخصی ما هست، ما اختیار داریم که در اون هر چی خواستیم نشر کنیم. بله. اخیراً شما صحبت‌های در رابطه با پارلمان افغانستان روی همین رفت و برگشت بودجه سال 1400 داشتین و اتهام مستقیم وارد کردین به بخشی از پارلمان افغانستان، اعضای پارلمان، که اینا به دلایل دخیل بودن در فساد فشار وارد میکنن و بودجه را نمیپذیرن، تصویب نمیکنن. این چگونه فسادی هست؟ کیها در این فساد دخیل هستند؟ نه، بحث فساد من اشاره نکردم، ولی گفتم که بودجه را نباید ما سیاسی بسازیم، به خاطر که بحث اقتصاد و بحث بودجه یک موضوع کاملا تخصصی هست و کمیسیون مربوطه پارلمان افغانستان با وزارت مالیه میتونن هم روی طرحهای بدیل و هم روی تعدیل به صورت مسلکی و تخصصی بحث کنه. چنانچه رسانه های ما میتونن در رابطه به بودجه، در رابطه به موضوع اقتصاد افغانستان، پروژه ها، چگونه مدیریتش، تحلیل های مشخص اقتصادی داشته باشد. ما زمانی که نگاه ما به بودجه سیاسی باشد، اعمال فشار برای حکومت باشد، طبیعی است که ما به نتیجه نمیرسیم، چنانچه کمی فضای امروز در پارلمان متاسفانه حاکم است. شما ببینید در ولایت های مثل بدخشان یا ولایت های مثل دایکندی یا بعض ولایت های سرسر ما، شاید فصل که یک پروژه رو شما کار کنین
6 ماه وقت بگیره، یعنی بعد از او به حد برف میشه، شما پروژه رو نمیتونین کار کنین و وقتی 2 ماه سر بودجه ما بس کنیم، یعنی ما در واقع 2 ماه کاری را برای تطبیق پروژه از بین بردیم. یعنی پارلمان افغانستان به این موضوع دقت نمیکنه متاسفانه. و از اون طرف وقتی شما معاشات به موقع توزیع نکنین، چیزی که دیشب سرپرست وزارت مالیه گفتن، شما به توسعه فقر کمک میکنین، یعنی مشکل حل نمیکنین. حالا ما انتظار دارم که پارلمان افغانستان به بودجه نگاه سیاسی نداشته باشد، نگاه صرفاً مسلکی و تخصصی داشته باشد و این کار کمیسیون مربوطه و وزارت مالیه است. اتهامی که اونا وارد میکنن ایست که ترتیب بودجه بسیار غیر منصفانه است و در بخش های بودجه گنگ است. ما مشخص نمیدانیم سرنوشت پول و هزینه دولت. اونا خواهان شفافیت و خواهان تقسیم بندی دوباره در بودجه شدن. برای شما بحث به سوی نگرش سیاسی اعضای پارلمان بردین. خب حتما یک مسئله باید در میان باشه که نوعی رفت و برگشت داره مسئله بودجه. مثلا تعداد اتهام وارد کردن. حالا شما میگین من اتهام فساد وارد نکردم، ولی من از فیسبوکتون چیزهای کشیدم که دیدم در اونجی که همین مسئله است. مشخصا اعضای پارلمان دیگه چه دلیلی داره؟ گفته میشه قسما پروژه هایی دارن که قبول نمیشه از جانب حکومت و حکومت به دلیل وجود این پروژه های اعضای پارلمان است که تن به خواسته پارلمانی ها نمیده. ببینید یک وکیل پارلمان چند معاش داره؟ یعنی مجموع معاش و امتیاز یک وکیل پارلمان چقدر است؟ همین وکیل ادعا میکنه که باید یکسانسازی در معاشات صورت بگیره. آیا فکر کردن که دولت افغانستان چقدر منابع مالی داره که معاش تمام کارمندان دولت افغانستان در بخش ملکی و نظامی هم سطح معاش وکلای پارلمان شود؟ یعنی یکسانسازی به این معنا حتی تعبیراتی که به کار برده میشه متاسفانه در خانه ملت، اما تعبیرات مسلکی نیست. ما بین تعدیل در معاشات و بین یکسانسازی دو موضوع متفاوت است. یکسانسازی شاید خیلی کار سخت و دشوار باشه که ما معاش معلم و معاش سرباز بیاریم هم سطح معاش وکیل. دومی که مثلا هم امروز در چند ولایت از طرف آقای رحمانی گرد همایی برگزار شده بود در پروان یا در بعض ولایت‌های دیگه. آیا ما بحث بودجه که یک بحث کاملا تخصصی و مسلکی است، ما میتونیم رو در میدان‌های مظاهره و گرد همایی ها حل کنیم یا بشینیم وزارت مالیه افغانستان، کمیسیون مربوطه، نهایتش از ظرفیت‌های متخصصین اقتصادی و کسی که بودجه سازی رو میفهمه، یعنی فهم در بودجه سازی داره، باید ما ظرفیت‌های اونها استفاده کنیم که تایی که بیایم در میدان گرد همایی و مظاهره و زنده‌باد و مرده‌باد. ما که میگیم نگاه سیاسی است به بودجه، نمونه هاش گرد همایی است که مثلا همین امروز در چندین ولایت از طرف شمار از اعضای پارلمان همسو با آقای رحمانی برگزار شد. آقای مرتضوی، در کابل چند روز پیش گرد همایی برگزار شد با اشتراک کارگران فقیر سرگذر و اونجا در مصاحبه هم که با کارگران شده بود گفته بودن که برای ما وعده پول دادن، با موتورهای دودی آمدن و برای ما گفتن لباس هم برای ما دادن، گفتن که پولم بعداً برای هر کدامتان $100 میدین و اینا جمعاً تظاهرات برگزار کرده بودن و از موضع دولت دفاع میکردن. آیا این رد گفته خودتان نیست یک گونه تلاش هر دو طرف برای برگزاری به زور آزمایی‌های خیابانی چی نیست؟ نه، حکومت وزارت مالیه هست. وزارت مالیه بارها در چندین بحث تلویزیونی آمدن، در این حال در پارلمان هم وضاحت کامل داده. حکومت ضرورت نداره که گرد همایی را بیندازه که بگه پارلمان شما تصویب کنین یا زنده‌باد و مرده‌باد بگویه. شاید بعضی نهادها یا احزاب یا افراد بوده باشد، اونا خوب است که هر که مظاهره برگزار کرده مسئولیتش مشخص شد که کی بوده. اما در کل موقف حکومت واضح است، مشخص است.
هم مشکلات مالی حکومت بیان میکنه، هم محدودیت هایی که وجود داره، هم ظرفیت هایی که وجود داره. ولی متاسفانه که در پارلمان چون نگاه به بودجه نگاه سیاسی شده است، کمتر از دید مسلکی و یا تخصصی به بودجه نگاه میشه. دولت افغانستان تقریبا رکورددار فساد در سطح جهان است. آیا رئیس جمهور غنی در جریان سالهای حاکمیتش در افغانستان نتونسته درست مدیریت بکنه افغانستان را که ما تقریبا در قله فساد قرار گرفتیم بر اساس گزارش هایی که هست؟ بله، ببینید در دوره پس از توافق بن که دو دوره حکومت آقای کرزی بود و دوره موقت و انتقالی و دو دوره ریاست جمهوری، شاید 1000 میلیارد کمک به افغانستان سرازیر شد. بازدهی کمک ها را شما یا مردم افغانستان چگونه میبینید؟ چی تأثیری در زندگی مردم افغانستان با وجود آمده؟ ولی در این 6 سال که رئیس جمهور غنی در قدرت بوده، در بخش زیربناها اگر شما حساب کنید در تاریخ افغانستان به سابقه است. مثلا در مدیریت آب من مثال میزنم، از بند سلما گرفته تا کمال خان تا آلی که قرارداد یعنی تفاهمنامه بند شاتوت یا شاه و عروس، و همچنین در بخش‌های زیربنایی تجارت ترانزیت مثل خط آهن که از ایران می از ترکمنستان می از ازبکستان می و کار روی برنامه‌های میدان هوایی و همچنین سرک‌هایی که فعلا در نقاط مختلف کشور از مناطق مرکزی گرفته تا سرک‌های گردنده و سرک‌هایی که در هرات و ولایت‌های مختلف است. یعنی منابعی که در اختیار حکومت قرار گرفته کوشش کرده که از این منابع استفاده درست شود. ما فساد رد نمی‌کنیم، فساد ریشه‌های عمیق در لایه‌های مختلف حکومت افغانستان داره، اما اراده حکومت در بخش مبارزه با فساد بسیار جدی است. بر اساس گزارش رسانه‌ها و همچنین گزارشی که گزارشات مکرر نهاد سیگار ناظر بر مصرف بودجه از طرف امریکایی یا نهاد ناظر بر مصرف بودجه در افغانستان ارائه داده، فساد در محور رئیس جمهور غنی بیش از دیگه نهادها هست. اختصاصا از خانم رئیس جمهور رولا غنی یادآوری صورت گرفته در گزارش ها و از ارگ ریاست جمهوری افغانستان نزدیکان آقای غنی. ما خوشبختانه که در افغانستان نهادهای مختلف داریم که میتونن در رابطه با شفافیت و نظارت کار کنیم. ما پارلمان افغانستان داریم که بر اعمال حکومت میتونن نظارت کنه. رسانه های افغانستان است که محدودیتی نداره. بخش موضوعاتی که شما اشاره کردین یعنی معلومات غلط است. مثلا خانم جمهور کل مسئولیت اجرایی نداره که تا او در موضوع فساد داخل باشد، اما در لایه‌های مختلف حکومت در این شک نیست که فساد هست. به همین خاطر است که رئیس جمهور به صراحت سر از این موضوع تاکید داره. نهادهای عدلی و قضایی ما بالای موضوع کار میکنن. در می اواخر چندین محکمه برگزار شده، از وزیر معادن گذشته شهرانی گرفته تا حداقل 3 تن از سناتورها و امیر دیگر مقامات که سرانوالی افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بالای کار میکنن. یعنی این تعهد ما هم به مردم افغانستان است هم به دنیاست که ما در بخش مبارزه با فساد باید آقای مرتضوی شما گفتین این گزارشات درست نیست. سیگار گزارش غلط داده یا من گزارش غلط برای شما میرسانم؟ کدام؟ میتونه سیگار هم گزارش غلط باشد، میشه معلوماتی که شما ارائه میکنین هم بر بنیاد درست نداشته باشد. یعنی ما باز تاکید میکنم که شما میتونید باعث یک ژورنالیست بیاین داخل افغانستان با همه نهادهای داخل شما صحبت کنید، از منابع مختلف استفاده کنید. بله اگر شما به من آخرین روزا جناب مرتضوی صاحب، آخرین روزایی که من در درون افغانستان بودم روزای تلخی بود. به خاطر از اینکه گرداننده برنامه هستم من نمیخوایم وارد این مبحث بشم و امیدوار هستم که یک فرصتی بشه که صحبت بکنیم بگذاریم. سیگار به نظر شما گزارش های ما مستند بر گفته ها و گزارشات و اسناد سیگار هست. سیگار دروغ میگه به نظر شما؟
من نمیگم سیگار دروغ میگه راست میگه، ولی سیگار به هر حال یک خبر است، یعنی یک گزارش است، احتمال صدق و کذب درش وجود داره، اما ما فساد در ادارات افغانستان رد نمیکنیم. ما در یک منابع و امکاناتی که در داخل افغانستان آمده در دوره های گذشته به شکل درست و مؤثرش استفاده نشده، یعنی ما رد نمی کنیم. شما سرک های مثلا کابل قندهار رو ببینید، این سرک ها عملا از بین رفته. چرا؟ چون باید مواد درست در استفاده می شد که مدت طولانی ایمو کار درست میداد. یعنی مشکلات هست، فساد مرد نمی کنیم، اما در دوره که رئیس جمهور غنی هست اراده برای مبارزه با فساد هم به نهایت زیاد و جدی است. بله، یک مقدار در رابطه با قضایای صلح بحث بکنیم، بحث فساد در میگذاریم. دیدگاه شما نسبت به صلح، مذاکرات صلح در دوحه چی هست؟ خب دوحه حداقل چند موضوع را ثابت کرد. اولی که اراده حکومت افغانستان برای صلح و یکی حکومت افغانستان برای صلح طرح داره، تعهد داره، اراده داره و حتی برای دسترسی به صلح حکومت افغانستان حاضر شد که یک هزینه سنگین بپردازه، قربانی بده. شمار زندانی های طالبان را آزاد کردن، اما طرف مقابل به هیچ یک از تعهداتی که با آمریکا داده بود عمل نکردن. یعنی سطح خشونت ها پایین نیامد. متاسفانه طالبان بدون کدام یک طرح در میز گفتگوها حاضر شدن، هیچ طرح مشخصی برای بیرون رفت از وضعیت نداشتن و امروز هم میز گفتگوها را عملا ترک کرده. حقانیت مردم افغانستان، دولت افغانستان در دوحه بیشتر ثابت شد و جهان هم فعلا درک کرده است که این طالبان است که به تعهدات خود عمل نمیکنه، ولی دولت افغانستان مقاوم در میدان جنگ هم است، در میز صلح هم. آقای مرتضوی، بحث آزادی طالبان به دو مسئله دیگه پیوند میدن. اول بر اساس گفته های آقای رحمت الله نبیل معامله آقای غنی در انتخابات 2014 با گروه حقانی که قول آزادی مجموعه زندانیان طالبان را داده بود. آقای نبیل امکنون در کابل است و ادعایش هم از طریق رسانه ها مطرح شد، یعنی در وضعیت پنهان و پشت سر نبوده، در خفا نبوده و به همین ترتیب فشار منابع امریکایی عنوان میکنن. آیا اینمی دو عامل دخیل نبوده به نظر شما؟ خب متاسفانه بعضی سیاستمدارای ما بیشتر صحبت‌هایشان یعنی بر اساس بعض غرضهای شخصی مطرح میشن، ولی واقعیتی بود که بحث آزادی زندانیای طالبان زمان مطرح شد که تلاش ها برای صلح هم از جانب آمریکا هم از جانب کشورهای دیگه شدت گرفت و بحث آزادی زندانی ها به حیث یک پیشرفت و حسن نیت مطرح شد و او هم به این هدف که این آزادی زندانی ها کمک میکنه برای که خشونت های طالبان کاهش پیدا کنه، کمک میکنه برای که آتش بس دوامدار صورت بگیره. رئیس جمهور غنی هم یک تصمیم سخت را در مشوره با مردم افغانستان گرفتن با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. پس از اینکه جرگه مشورتی فیصله کردن، نهادهای عدلی و قضایی رئیس جمهور افغانستان زندانیان طالبان را آزاد کردن. ولی شما میبینید که امروز زندانیان به میدان جنگ برگشته، خشونت ها چندان شده، طالبان با تعهد خود عمل نکرده. بنابراین ما او مسئولیت انسانی خوده و مسئولیت خود در راستای صلح انجام دادیم که طالبان انجام نداده. امروز خوب است که به مردم افغانستان بیشتر ماهیتش روشن شده. اگر به گفته شما به حرف آقای نبیل یک اتهام است، اتهام وارد کردن اتهام خیانت ملی، همین گفته آقای نبیل در رابطه با آقای غنی شامل جرایم خیانت ملی میشه. اگر یک چنین اتهامی بر رئیس جمهور یک کشور وارد میشه، چرا آقای غنی
برای تبرئه خود اقدام نمیکنه، نهادهای عدلی و قضایی را نمیگه که رسیدگی کنن به این قضیه. نوعی بذل و بخشش وجود داره یا به اساس گفته های آقای نبیل اسناد وجود داره که آقای غنی میترسه از نشرش؟ خب متاسفانه شماری از سیاسیون صحبت‌های غیر مسئولانه داشته. شما در جریان‌های انتخابات می‌دیدین که چه نوع اتهامات را نسبت به رئیس جمهور انجام میدادن و چه معلومات غلط را نسبت به رئیس جمهور نسبت میدادن در رابطه با رئیس جمهور. این صحبت‌ها هم بخشش واقعا صحبت‌های غیر مسئولانه هست، بر بنیاد معلومات غلط است. میتونه صحبت‌های غرض‌آلود در راستای اهداف سیاسی باشد، اما واقعیت همین بود که من خدمتتان اشاره کردم. چرا اقدام نمیشه؟ اگر یک اینا غرض‌آلود گفته شده و اسناد و مدارکی وجود نداره، چرا اقدام نمیشه؟ آقای نبیل به محکمه خواسته نمیشه؟ خب یعنی ما امیدواریم که سیاستمدارانی که از اصل قضیه آگاهی ندارن، خوب است که معلومات خود کامل کنه و زمانی که اظهار نظر میکنه باید معلومات کامل اظهار نظر کنه. حتما معلومات شاید در این رابطه ناقص بوده. آقای مرتضوی، از مجموع سمبول های ملی چند تا از این سمبول ها مربوط به قوم تبارهای غیر پشتون هست؟ منظور شما سمبول ها چی است؟ سمبول های ملی مثلا نشانه هایی که در پول افغانستان هست. در کجاست؟ در پول افغانستان، اسکناس های افغانستان. او رو شما میشه شرح بدین؟ چون نشانه های ملی ما مثلا بیرق جمهوری اسلامی افغانستان است، همه بهش احترام داره. پول افغانستان پول آقای مرتضوی رسمی هست، استفاده میکنیم. آقای مرتضوی، دانشگاه ها به نام به عنوان ترمینولوژی ملی دانشگاه ها پوهنتون گفته میشه. شما حق ندارین در افغانستان. من شخصا از آکادمی مدیر مسئول روزنامه سیاست، اولین روزنامه خصوصی در غرب افغانستان بودم. دانشگاه به زبان فارسی می نوشتم. از آکادمی علوم افغانستان مشخصا آمدن برادران پشتون و گفتن که ترمینولوژی ملی است، شما حق نوشتن دانشگاه را ندارین. رتب نظامی به نام‌های پشتو هست. شما پیوسته یک سری مناطق که نام‌های فارسی دارن، پیوسته می‌بینین این نام‌ها عوض میشه به نام پشتو، تبدیل میشه به همین ترتیب. اخیراً پول افغانستان که چی شده، چاپ جدیدش میگن کاملا رد از زبان فارسی در وجود نداره. سرود ملی افغانستان از فارسی برگردان میشه به پشتو، یعنی ورژن پشتوی ساخته میشه دوباره نو. اینا همه نشانه پشتونگرایی در افغانستان نیست؟ خب ما انتظار داریم که حداقل شما باید یک ژورنالیست به مسائلی که واقعا نفرت پراگنی باش و یا به جایی که به ظرفیت‌های افغانستان توجه شود به موضوعات حاشیه‌ای بپردازیم. ما حداقل شما انتظار ایره داریم که به مسائل مهمتر موضوع سرود ملی در لای جرگه قانون اساسی آقای مرتضوی، منظورتان از مسائل مهمتر مواردی هست که شما میل دارین در این میز بگین یا مواردی هست که مردم میل دارن بدانن؟ نه، مهم است که موضوع بحث شما در بحث صلح بود و ما موضوعات بسیار زیادی داریم در افغانستان. میشه به هر موضوع در هر فرصت پرداخت. اگر موضوع پوله با رئیس بانک افغانستان صحبت کنین، بحثای اگر در بحث لوحه شما چی دارین میتونین با وزارت تحصیلات عالی صحبت کنین. اگر مسئله لوحه مسئله فرهنگی است. شهر است، میشه با شوروالی صحبت کنین. مسئله لوحه علاوه بر این که در هرات است، در بلخ است، در کابل همین لحظه مشکل وجود داره، اگرچه در بخشی حل شده ولی در بخش دیگه هنوز مشکل داره. نیست. یعنی شما به جای متن بیشتر علاقه دارین به حاشیه ها بپردازین
و ما امیدوار هستیم که بحث ما بتونه برای مردم افغانستان بحث سودمند باشد. ما بحث های نفرت پراگنی را که بخوایم بسیار زیاد داریم و ما نمیخوایم که افغانستان از آدرس رسانه ها بدل به گروگاندای دیگه شود. ما یک تجربه تلخ نفاق و جنگ های داخلی و گذشته های سیاه را چی در دوره مجاهدین بوده طالبان داریم مرتضوی، و ما نمیخواهیم تکرار بحث قومیت میکنیم. من مطرح نمیکنم. مشخصا از زبان رئیس جمهور غنی میگم که بسیار کلیپ هایش هم در چی هست، بسیار به صورت روشن آقای غنی قبل از ریاست جمهوری رسیدن به ریاست جمهوری میگن که در زندانهای بگرام و گوانتانامو بیش از بالای 90% گویندگان یک قوم هستند. در اینجی تعادل قومی رعایت نشده. خب شما اگه در رابطه با اصل موضوع اگه سوال دارین ما در خدمت هستم، اگه نیست ما شما تشکری میکنم. خب یک تعداد خبرنگار و فعال مدنی در روزهای اخیر در ماه‌های اخیر متاسفانه قربانی شدند در افغانستان. چه اقداماتی برای رسیدگی به پرونده قتل ها صورت گرفته از جانب دولت افغانستان؟ خب اتفاقا یک از کارهایی که در افغانستان صورت گرفته ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه‌های افغانستان هست و یک اقدام به نهایت مهم است. زیر نظر معاون دوم رئیس جمهور است. احتمالاً بیشتر از 2 سال است که فعالیت میکنه. ارگان‌های مختلف در این داخل است، از لوی سورنوالی گرفته تا امنیت ملی تا وزارت داخله، فدراسیون رسانه‌ها، ادارات مختلف، شورای امنیت و اینا مشخصاً تمام رویدادهای که مربوط به خشونت علیه خبرنگاران هست در این جلسات سرش بحث میشه و هر ماه در ولایات مختلف افغانستان تحت نظر والی های ولایات کمیته مشترک حکومت و رسانه ها هم جلسه دارن. گزارش های ولایتی هم در جلسه کمیته مشترک را میشه. لوی سورنوالی افغانستان آمار دقیقی از دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران در چندین کنفرانس نشر کرده و ما امیدواریم که شما هم با جناب رسولی صاحب بحث داشته باشیم. سخنگوی قطعاً سعی میکنیم که ما با اونا صحبت کنیم. جناب مرتضوی صاحب به عنوان کسی که گذشته تجربه کار در زمینه خبرنگاری داره، یک مورد، یک پرونده را یاد کنیم که پرونده ختم شده باشه، یعنی آدم‌های قاتلین گرفتار شده باشن، محاکمه شده باشن، قاتلین یک خبرنگار، قاتلین یک فعال مدنی و بعد زندان رفته باشن، یک اتفاقی در محکمه علیشان افتاده باشه. معلوم است که متاسفانه معلومات شما به نهایت در این بخش محدود هست. شما حداقل کنفرانس‌های خبری سخنگوی لوی سورنوالی، اعلامیه هایی که در دفتر معاون دوم ریاست جمهوری نشر میشه جلسه کمیته مشترک، یک بار مرور کنین که احتمالاً نزدیک به 1000 قضیه مورد بررسی قرار گرفته. شما محکمه در رابطه با خبرنگاران جناب مرتضوی صاحب در رابطه با خبرنگاران مشخصا میپرسم. ما همین میگیم خبرنگاران. شما یک پرونده را برای ما یاد کنیم، مثلا بگین پرونده فلان آدم فیصله شده، فلان کسی که قربانی شده پرونده شما تونستیم فیصله بکنیم در محاکمه افغانستان. من گفتم که بیشتر از 1000 دوسیه در بخش خشونت علیه خبرنگاران سرش بحث شده. یکی شما متاسفانه بیخبر هستین، برای ما مایه تاسف هست. ما تمام جزئیاتش خدمتتان روان میکنیم، لینک های خبری و نشست های خبری و اعلامیه هایی که در رابطه بوده و تمامش با مورد و با مشخصات دقیق هست. از خبرنگارانی که در هلمند بودن کاملینش گرفتن و موردهای بسیار زیادی که در کابل و ولایات بودن. این دوسیه ها رسما سرش بررسی شده، فیصله شده و رسیدگی صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که شما یک بحث با آقای رسولی داشته باشین یا با مسئولین. ما امیدوار هستم جناب مرتضوی صاحب، من امیدوار هستم که یک چنین
زمینه مساعد بشه که من دسترسی پیدا بکنم. من تمام تلاش خود کردم، من نتونستم دسترسی پیدا بکنم به اطلاعات سوقه. یک سری گزارش ها مبنی بر فعالیت دادستانی افغانستان و محاکم وجود داره که گویا نیروهای امنیتی، دادستانی و محاکم تلاش دارن که پرونده را جلو ببرن، ولی گفته میشه که قسمت اعظم این تلاش ها با دید سیاسی انجام میشه. یعنی قتل صورت گرفته، دولت افغانستان یک تعداد افرادی که مربوط به این پرونده نیستند ولی مشکل سیاسی با دولت افغان، مخالف سیاسی هستند، خیلی نگاه خوبی نسبت به آقای غنی، نسبت به اراکین ندارن، اینا را گرفته و به دست قانون مسپارن و به این ترتیب گویا مخالفین سیاسی خودخور مجازات میکنن. یک چنین نظری وجود داره در این زمینه. نه، شاید نظر شما باشد، فکر نکنم چنین نظر وجود داشته باشد. احتمالاً، ولی من چنین نظر جناب مرتضوی صاحب ندارم. من یک گرداننده هستم و در این میزم کاملا بی‌طرف صحبت میکنم. درست. خب ما تقریبا جناب مرتضوی صاحب ما چی هست در تمام مباحث بسته شد. جناب مرتضوی صاحب، قصه 18 نوگوش در ارگ ریاست جمهوری چی هست؟ بسیار ها دوست دارند بدانند که امی مدیریت غذایی یا فرهنگ غذایی ارگ چگونه است که 18 نوگوشت استفاده میکنند. خب این موضوع مسئولین که در اداره امور بودن در کنفرانس خبری برای توضیح داد که یک فهرست تهیه شده بود و هم برای مهمانای خارجی که میآید، ولی منوی غذایی کارمندان ارگ ریاست جمهوری که حداقل ما خود ما شخصا 4 سال بیشتر است که در ارگ بودیم، ظهر یا شام غذا خوردیم، من مطمئن هستم که غذای سربازانی که در قلوردوها هست، چون ما به تمام قلوردوها هم سفر کردیم، به مراتب غذایشان، منوی غذایشان، میوهشان به مراتب بهتر از غذایی است که کارمندان اداره امور یا ارگ ریاست جمهوری استفاده میکنند. در هرات چند روز پیش آقای مرتضوی عکس ها و گزارش نشر شد که حتی اعضای یک فامیل تعداد از بزرگسالانشان گرده‌های خود به دلیل فقر فروختند. و ما سندی که نشر شد از خریداری از این چی که سندی که گوشت خریداری شده، به این سند در خواندم. آیا واقعا در درون ارگ افغانستان اینقدر مهمان زیاد هست، رفت و آمد هست که به دهها و صدها کیلو، مثلا 30 میلیون فقط سبزیجات ارگ میشه و چقدر گوشت ارگ میشه؟ واقعا یک چنین رابطه بین مردم و ارگ ریاست جمهوری قابل توضیح هست؟ خب مردمی که معذرت میخوایم، مردمی که از فقر گرده‌های خود میفروشند زیر حاکمیت آقای غنی و ارگی که در منوی غذاییش 18 نوع گوشت وجود داره. من باز تاکید میکنم بحث کسی که حداقل بیشتر از 4 سال در ارگ حضور داشتم، چنین 18 نوع غذا اصلا وجود نداره و این اداره امور در نشست خبری گفتن که این فهرست منوی غذایی برای مهمانای خارجی در نظر گرفته شده بود. اما بحث فقر اشاره کردیم، بله ما به خاطر 42 سال جنگ، به خاطر که زیرساخت‌های ما از بین رفته و میالی هم بخش عمده امکانات و منابع ما صرف جنگ میشه، ما فقر در ولایت‌های مختلف ما، در کابل، در همه جای وجود داره و کوشش حکومت برمی است که ما چطور میتونیم با برنامه هایی که داریم فقر را از بین ببریم. یعنی به هر مقداری که آب افغانستان مدیریت شود، زراعت توسعه پیدا کنه، تجارت و ترانزیت رونق پیدا کنه، امنیت در افغانستان تامین شود، با ما مقدار ما میتونیم به یک رفاه اقتصادی دست پیدا کنیم. ولی متاسفانه مانع اصلی
در برابر رشد افغانستان، توسعه افغانستان طالبان هست. شما ببینید چقدر مسجد ویران میکنن، چقدر مکتب، چقدر پل و پلچک و سرک و زیربناها را نابود میکنن و یا هر روز جنگ یا هر ساعت جنگ یک هزینه هنگفت بالای دولت و ملت افغانستان تحمیل میکنه. بحث فقر یک بحث جدی هست، یعنی باید همه کمر را ببندیم برای که ما فقر از بین ببریم. آیا وجود فقر در افغانستان رابطه به این گزارش‌های اخیر نداره که از میدان هوایی کابل از مسیر VIP پول‌های بسیار کلان عبور میدن و میبرن، خصوصا نزدیکان رئیس جمهور؟ ببینید در میدان هوایی یک شهر بدون دروازه نیست. اونجا مامورین هست، اونجا چک هست، کنترل هست، بررسی هست. مامورینی که مربوط به آقای غنی هستند، سربازان آقای غنی دولت افغانستان هستند و قماندان میدان هوایی هم اخیراً توسط آقای غنی، یک شخص معتمد به خود آقای غنی، انتصاب شده است. تمام سربازانی که چه در میدان هوایی است چه در تحت بیرق نظام کار میکنه مربوط به دولت افغانستان هست. کسی اونا در خدمت یک فرد نیست، در خدمت نظام افغانستان هست. بنابراین خدمات هم که ارائه میکنه برای مردم افغانستان ارائه میکنه. ما از شما انتظار دارم به جای از که به بعض شایعات توجه میکنید، خودتان تشریف بیارین این بار از میدان هوایی کابل هم میدان هوایی که فعلا به نام آقای حامد کرزی است عبور کنین، ببینین که اونجا چک هست، کنترل هست، بررسی هست نیست. بنابراین هر ادعایی که یک وکیل مطرح میکنه، هر ادعایی که یک مخالف سیاسی مطرح میکنه یا طالب مطرح میکنه، اون نمیتونه اینا ادعای هوایی نیست، گزارش‌هایی است که هم از منابع خارجی، هم سیگار گفته، هم رسانه‌های داخلی افغانستان این گزارش‌ها را نشر کردن. جناب مرتضوی صاحب، از این بحث میگذریم. من دو سه تا سوال میکنم، میشه که لطفاً کوتاه، به خاطر از اینکه تقریبا وقت برنامه ما ختم است. پرونده لوگر چی شد؟ پرونده تجاوز به دانش آموزان لوگر. خب این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی حاکمیت قانون بود. ظاهراً یا یک از جلسات شورای امنیت بود. در یک از این جلسات مطرح شده بود و رئیس جمهور تاکید کرده بود که این ضرورت به بررسی بیشتر داره. آدمی که این مسئله را افشا کرد کجا هست آقای؟ برامش از وزارت داخلی افغانستان و اما ولایت لوگر از والی صاحب و مسئولین که در بخش معلوماتی دقیق‌تر دارن سوال کنیم. گفته میشه که این آدم بعد از اینکه افشا میکنه این مورد تجاوز به دانش آموزان، این آدم توسط دولت و نیروهای خاص گرفته میشه و دیگه تا حالی اصلا مشخص نیست رد و پیو. شما تصور میکنیم نیروهای امنیتی اگر چنین وظیفه باشن؟ جناب اندرابی صاحب به من گفته در مورد صلح صحبت میکنیم. دیگه شما از این بحث کشکل جور کردین. دیگه امیدوارم که نفر بعدی که بعد جناب مصاحبه میکنه جناب مرتضوی صاحب بیایم صلح کنیم. حداقل برای متوافق استوار باشد. ما موضوعات بسیار زیادی داریم، یعنی ما به همه چیز نه در مسئولیت ما هست نه در صلاحیت ما. بله جناب همه نهادها هم نیستیم. من یک چیز اضافه کنم جناب مرتضوی صاحب. واقعیتش من صبر و تحمل و این ظرفیت شما رو می ستایم، به خاطر ای که خب تحت چنین شرایط فعالیت کردن و با این همه مسئله روبرو شدن من میدانم که سخت است و من یک پرسش هم دارم. چقدر همین تحمل از کجا آوردیم جناب مرتضوی صاحب؟ ما یاد بگیریم. جامعه افغانستان جامعه کم صبری هست. انسان افغانستان انسان عصبانی هست، انسانی هست که زود واکنش نشان میده، ولی شما بسیار با سعه صدر بسیاری از انتقادها و فشارهای زبانی تحمل میکنین. این برای ما بسیار مسئله با اهمیتی است جناب مرتضوی صاحب. ما ببینید ما 42 سال در افغانستان جنگ داریم در کارنامه دولت و باید تمام سیاستمداران افغانستان هم سعی صدر داشته باشد، هم حوصله داشته باشد،
و هم فرهنگ همپذیری را ما باید تقویت کنیم. ما نمیتونیم که واقعا 42 سال جنگ کردیم، 100 سال یک فرصت تاریخی را از دست دادیم، باز هم 100 سال آینده را هم ما از دست بدیم. یعنی چقدر ما 6.5 میلیون مهاجر داریم در کشورهای مختلف، چقدر مردم ما آوارگی را باز تحمل کنه، چقدر فقر را تحمل کنه، چقدر دربدری و مظلومیت و بیچارگی را تحمل کنه. بنابراین باید فرهنگ همپذیری ما بالا بره، باید سعی صدر ما باید بالا باشد، باید حوصله شنیدن داشته باشیم، حوصله انتقاد کردن داشته باشیم و اگر این حوصله نداشته باشیم بدون شک ما نمیتونیم افراد و اشخاص مؤثر برای جامعه باشیم. جناب مرتضوی صاحب، از حضورتان در برنامه روایت دیگر سپاسگزار هستیم. تشکر از شما، تشکر از همکارای شما. بینندگان عزیز، سپاسگزار از همراهی شما در این برنامه و امیدوار هستم در برنامه‌های بعدی هم ما را همراهی بکنین. روز و روزگار تشکر، شب بخیر. سلام میرسانید دوستان. علیکم.